فکر نمی کردم اینقدر به هم نزدیک شده باشین. معلومه که نبود. اینا تصورات من بود. وگرنه چرا گفت نه؟ شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед ба шумо тахфиф карда мешавад. نمیدونم. شایدم دلیل دیگه‌ای داشت. چی میتونه باشه؟ نمیدونم توپراک. ازش پرسیدم ولی به هم نگفت. من فکر میکردم خواسته اونم همینه، یعنی ازدواج. حتی سر این موضوع دعوا کردیم، ولی بعد از اینکه پیشنهاد دادم نظر تو چیه؟ اون خواهرته، تو بهتر میشناسیش. به نظرت چرا گفت نه؟ چیه دخترم؟ مشکلی پیش اومده؟ نه بابا، خودت که دیدی جنید به خواستش رسید. دیگه صداشو میباره و دست از سرت بر میده. خودتو فدا کردی تا باباتو نجات بدی. واقعا شرمندم کردی. هر زحمتی برات کشیدم حلالت باشه. هر بچه این کارو نمیکنه. واقعا نجاتم دادی. بابا میشه دیگه این موضوع تموم کنی؟ اصلا همه چی فراموش کنی؟ باشه، هرچی تو بخوای. دهنمو میبندم. میبینی؟ تو هم جواب منو نمیدونی. اگه میدونستی میگفتی. بگذاریم این بحث دیگه فایده ای نداره. من خیلی جا خوردم. از این اتفاقایی که افتاده خبر نداشتم. میدونم دیگه تموم شده. بهش گفتم بیاد اینجا برای اینکه باهاش حرف بزنم. اگه بهم میگفت که چرا جواب رد داد، شاید همه چی فرق میکرد. ولی نیومد. همه چی تموم شد. من سیر شدم. منم نمیخورم. بیدار شد. من میرم. اومدی دخترم؟ بابات کجاست؟ میاد، رفت قهوه خونه. میبینی؟ دخترش داره راهی سفر میشه، اون وقت رفته دنبال گللی تللی. آخه من به تو چی بگم؟ اونو بذار کنار. بیا از این بخور، خیلی خوشمزه است. تو راه هم از همین بخور. میدونم گرسنت میشه. مامان چرا زحمت کشیدی؟
خیلی خوشمزه شده. آخه چه احتیاجی بود؟ بیا اینم بگیر. تا وقتی کار پیدا میکنی بازم برات میفرستم. آخه شما خودتونم پول ندارین. تو تنها امید منی دختر گلم. اونم درست میشه. کار کردم برات بهترین دواست. سرت گرم میشه دخترم. اگه کار پیدا کنی هم برای خودت خوب میشه هم برای ما. تا بهار روزا بلند میشه با توبراک میام پیشت. اونم خیلی دلش برات تنگ میشه. راستی توبراک نمیاد برای خدافزی؟ تو عاشق یوسف شدی. خیلی قشنگ افتادی نه؟ میخوای اینو برداری؟ نه احتیاجی نیست. میخوام چیکار؟ مطمئنی؟ عزیزم، پسرم، جانم. تا بیدار میشه میخنده. یوسف خان، اگه اجازه بدین ما برگردیم خونه. چرا؟ قرار بود بمونین. آره درسته، ولی یادم رفته ویتامینای روزگار رو بیارم. راستش نمیدونستم چقدر قراره اینجا بمونم. برای همینم بر نداشتم، به فکرم نرسیده بود. ما برگردیم خونه، ویتامیناشو بهش بدم. اینطوری خیالم راحت تره. باشه. حتما مسئله مهمیه که آرامشتو به هم میزنه. من الان شراب خوردم. به مراد میگم ببرتتون. دخترم، دست از لجبازی بردار. بذار یه زنگ به توبراک بزنیم. اگه بدون خدافزی بری خیلی ناراحت میشه. مامان لطفاً این کارو نکن. قبلنم بهت گفتم اگه توبراک رو برون وایسه و بگه خواهر چرا میری استانبول، چه جوابی بهش بدم؟ نمیخوام دوباره احساساتم جریحه دار شه. نگران نباش، برسم زنگ میزنم بهش. باشه، هرچی خودت صلاح میدونی دخترم. دخترم حاضر شدی؟ حاضرم بابا. پس بیا بریم. بابا یه چیزی جا گذاشتم، الان برمیگردم. زود باش دخترم، از اتوبوس جا میمونی. کجاست پس؟ زود باش دخترم، عجله کن. باشه بابا الان میام.
امشب میای بریم رستوران؟ معلومه، چرا که نه. خیلی خوب. پس ساعت 8 توی هتل. ساعت 8 تو هتل. میبینمت. یوسف خان چی گفت؟ گفت مواظب توپراک باش، تنها نمونه، قصه نخوره. گفت مطمئن باشه همه چی همونطوره که میخواد. چقدر کور بودم. بریم بابا. دخترم، بالاخره با توپراک خدافزی نکردی. راضی نشدی باش حرف بزنی، ولی یادت باشه دخترم، این فاصله ها و نه شوهرایی که تو آینده همسرتون میشن نمیتونن شما دوتا رو از هم جدا کنن. دختر گلم، درست میگی مامان. هیچ کس نمیتونه ما رو از هم جدا کنه. هیچ کس. خوشبخت باشی دختر نازم. بریم دیگه بابا. بعداً باهات حرف میزنم. اویگار، حرفمو باور کردی مگه نه؟ باور کن من و ایگیت از بچگی با هم بزرگ شدیم. فقط به خیال خودش خواسته بهم کمک کنه، همین. میفهمم، ولی من بازم حسابشو کف دستش میذارم. اویگار خواهش میکنم این کارو نکن. واقعا احتیاجی به این کار نیست، حرفمو باور کن. ایگیت یه بچه ساده است، هیچ آسیبی به کسی نمیرسونه. منور، هیچ کس، هیچ احدی تو زندگی خصوصی دختر اربابش فضولی نمیکنه. خیلی خوب، اگه تو میگی ارتباطی با تو نداره باور میکنم، ولی انگار این بچه سر خود یه چیزایی بریده و دوخته. اینم وظیفه منه که به عنوان نامزد تو جلوشو بگیرم. اویگار خواهش میکنم، دارم ازت خواهش میکنم دنبال این موضوع رو نگیر. اگه به گوش مامانم اینا برسه سلطان خانمو میندازن بیرون. اون وقت خیلی قصه میخورم. سلطان خانم مثل مامانمه. بهت قول میدم دیگه با ایگیت حرف نمیزنم. وقتی دیدمش رو همو کج میکنم. اصلا به سلطان خانم میگم گوششو بکشه. قول میدی؟ قول. منور، اگه این بچه یه بار دیگه از این کارا بکنه ساکت نمیشینم، فهمیدی؟ باشه. برو به سلامت. میبینمت. آبجی لطفا توپو بنداز.
و اون قهرمان همیشه به فقیر فقرا کمک میکرد. دلم میخواد پسر منم مثل اون قهرمان جسور و خوشقلب باشه. مگه نه مامان توپراک؟ اگه ویتامینش یه روز نخوره طوریش میشه؟ پس خودتو ناراحت نکن. ها، مراد اومد. مراد، تو کالسکه بچه رو ببر بیرون، ما هم زودتر میایم. باش آقا، تو ماشین منتظرم. عموت زنگ زد، تو ترمینال منتظرته. از اومدنت هم خیلی خوشحاله. گفت هوا خیالش راحت باشه، یه کار مناسب براش پیدا میکنم. امروز و فردا یه کار خوب برات دست و پا میکنه به امید خدا. میگم راهمونم نزدیکه، میخوای یه سر به خالت بزنیم؟ من که باهاش قهرم. تو دلت نمیخواد از خالت خدافزی کنی؟ نه بابا، نرم بهتره. باشه، پس را بیفت بریم. چرا وایسادیم؟ میگم حالا که تصمیم تو گرفتی که بری، باید حواستو جمع کنی. عموتو که میشناسی، آدم متعصبیه. زن عموت هم دست کمی از اون نداره. حتی تحمل یه نگاه ساده رو هم ندارن. من شماها رو اینطوری بزرگ نکردم، ولی این چیزا رو به اونا فهموندن سخته. منظورت چیه؟ یعنی باید مواظب رفتارت و رفت و آمدای خودت باشی. عموت آدم خوشمشربیه، ولی یه وقتایی یه حرفایی میزنه که مثل خنجر تا استخون آدم فرو میره. از من میپرسی این انگشتری که الکی به دستت کردی و اصلا درش نیار. اینجوری وقتی اونجایی کسی مزاحمت نمیشه. بعدش یه وقت دیدی واقعیت پیدا کرد. راستش به نظرم اون جونیت هم انگار آدم شده، قدرتو میدونه، بیشتر از قبل بهت علاقه من شده. بچه‌ای بدی نیست، باهاش خوشبخت میشی. برای خودت میگم دخترم. معلومه داری چی میگی؟ چرا خدا این حرفا رو بذار کنار. من دفتر اونو بستم. تو هم دیگه به اینجور مسائل فکر نکن لطفا. امان از تو دخترم، میدونم، ولی کاری از دستمون بر نمیاد. خالتم که به جای کمک کلی سنگ جلوی پامون گذاشت. هم تو رو بیچاره کرد، هم خواهرتو. به خاطر همه چیز ممنونم یوسف خان. من باید تشکر کنم. خوب شد اومدین. توپراک، از کارای من که ناراحت نشدی؟ حرفای بدی بهت زدم؟ نه. چطور بگم؟ وقتی راجع به خواهرت حرف زدیم ناراحت شدی. این که گفتم خواهرتو فراموش کردم. امیدوارم ناراحت نشده باشی. من حسمو گفتم. این چه حرفیه؟ اصلا ناراحت نشدم. ما دیگه بریم. میبینمتون. خدا حافظ. تو آخرین لحظه رسیدم. یکم دیگه دیر رسیده بودیم. بلیتی که مامانت رزرو کرده بود و فروخته بودن. زود باش، اتوبوس تا 10 دقیقه دیگه حرکت میکنه. گوشیو بردار دیگه هوا. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. لطفاً بعداً تماس بگیرید. مراد،
میشه اول یه سر بریم خونه مامانم؟ کاری که نداری. نه جانم، این چه حرفیه؟ وظیفه من انجام کارهای شماست. مرسی. جانم بابا. حالا چطوره پسرم؟ خوبم، شما چطوری؟ شب برمیگردی؟ برای شام منتظرت باشیم؟ نه من نمیام، منتظرم نمونین. باشه پسرم، هر طور راحتی. خدا نگهدار. توپراک، تو اینجا چی کار میکنی؟ یه کار مهم دارم. چی؟ دخترم حوا، دخترم آخه چرا مثل جن دیده ها دور خودت میچرخی؟ مامان حوا کجاست؟ خونه نیست. یعنی چی؟ کجا رفته؟ پیش خاله؟ بازار؟ کجاست؟ آخه چی شده؟ مامان زودتر باید خواهرمو پیدا کنم. حوا رفت استانبول پیش عموت. یعنی چی؟ کی برمیگرده؟ دیگه بر نمیگرده، همونجا میمونه. برای همیشه؟ آخه چرا؟ چرا به من زنگ نزد؟ چرا چیزی بهم نگفت؟ من بهش گفتم به توپراک زنگ بزن. گفت رسیدم استانبول زنگ میزنم. حتما از این ترسیدی که جلوشو بگیری. اتوبوسش کی را میفته؟ مامان حرف بزن دیگه. 4 میره. مامان مواظب روزگار باش، باید خواهرمو پیدا کنم. دخترم چی کار میکنی؟ چون باهات خدافزی نکرده ناراحتی یا اینکه موضوع دیگه ایه؟ تو رو خدا مامان، بعداً حرف میزنیم. لوازم روزگار توی کیفشه. مراد زود باید بریم ترمینال. باشه بریم. فقط سریع برو که اتوبوس راه نیفته. بهمون تون زنگ بزنی باشه؟ بهتون زنگ میزنم. تو چشم امید منی دخترم. از تو جدا شدن واسم خیلی سخته دختر گلم. بابا فقط یه خواهشی ازت دارم. خیلی مواظب مامانم و خواهرم باش. خیالت راحت باشه دخترم.
آی منور، ببین این لباس عروس چقدر مناسبته. ها؟ اینم خیلی قشنگه. چرا آدم فقط یه بار میتونه عروس بشه؟ تو آنکارا یه خیاطی هست به نام فردیس خانم. میگن کارش خیلی عالیه. گفتم بهتره بریم پیش اون. نظرت چیه؟ آه عزیزم، من با این ژورنالا خستت کردم ها. خب تو بگو عزیزم، دیدارت با آیگار چطور بود؟ مامان، روز نامزدی گیت اینجا بود. اومده بود. با شما حرف زد. خب چی بهتون گفت؟ دیر که نمیرسیم مراد. یه وقت اتوبوس را نیفته. نگران نباشید، انشالله به موقع میرسیم. مراد صبر کن لطفا. بابا توپراک، دخترم اینجا چی کار میکنی؟ خواهرم رفت، دیر رسیدم. خیلی وقت رفته. لعنت به این شانس، همش تقصیر منه. اون به خاطر من رفت. چی داری میگی؟ چرا تقصیر تو باشه؟ این حرفا چیه توپراک؟ نمیتونم بذارم اینطوری بره بابا. باید همه چیزو بهش بگم. دیگه دیر شده. خواهرت خودشو فدا کرد فقط واسه این که تو ناراحت نشی. تو رو خدا بابا، تو رو خدا بریم پیداش کنیم. باید همه چیزو بهش بگم، خواهش میکنم. عمو جان اتوبوس کی رفت؟ 10 دقیقه میشه. الان دیگه از شهر خارج شدن. توپراک سوار شو، میرسونمت به اتوبوس. بجم. صبر کنید منم میام. مامان این دفعه اجازه نمیدم از دستم فرار کنین. دخترم تو چرا میخوای بی خودی خودتو اذیت کنی؟ من هیچ وقت همچی حرفی نزدم. من مطمئنم میگید اون شب اومده بوده اینجا، همون موقعی مراسم اومده، چون بعدم بهم گفت همه چی از مامانت بپرس. شما هر چقدر میخوای این کار کن، هر چقدر که میخوای پنهان کن. مطمئنم که به حرفای گیت توجه نکردی. در مورد اویگار تحقیق میکرده. از کجا میدونی؟ نگران نباش، با گیت حرف نزدم. اویگار بهم گفت. اویگار فهمیدی که گیت داره چی کار میکنه. موضوع چیه مامان؟ اگیت بس دیگه، خسته شدم. دخترم خب اگه انقدر این پسر رو دوست داری، خب پیشنهاد نامزدی آیگار رو قبول نمی کردی؟ مگه خودت نبودی که گفتی میخوام این موضوع رو تموم کنم ها؟ مگه تو نگفتی که مادر من میخوام با آیگار ازدواج کنم؟ برو با پدرم صحبت کن. مگه خودت نگفتی ها؟ تازه مگه اون پسر کیه؟ اون کیه که باید به خاطرش نامزدی تو رو به هم میزدم؟ خدا رو شکر که هنوز پدرت و برادرت بالای سرتن. اگه لازم باشه در مورد کسی تحقیق کنن، خودشون این کارو میکنن. بذار یه چیزی بهت بگم منور. از این ساعت به بعد هر کس میخواد بیاد، هر کی هر چی میخواد بگه، اما این ازدواج سر میگیره. فهمیدی چی گفتم دختر جون؟ اینو خوب توی سرت فرو کن. اگه اون شب همه چی رو بهم گفته بودی نامزد نمی کردم، ردش می کردم مامان. اگه من با اویگار خوشبخت نشم مقصرش فقط شما این مامان. اینو یادتون نره.
اونهاش همین اتوبوس، زود باش گاز بده. توپراک؟ مراد، بفرمایید یوسف خان. چرا تلفن تو جواب نمیدی؟ ببخشید آقا، خیلی عجله داشتم. توپراک خانم گفتن اول ببرمشون خونه مادرشون. الانم اومدیم دنبال حوا خانم. خیلی خوب باشه. زنگ زدم ببینم رسیدین یا نه. باشه یوسف خان. خداحافظ. اینطوری بی خبر میخواستی بری؟ میرسیدم زنگ میزدم. تا به حرفای من گوش ندی هیچ جا نمیری حوا. توپراک سوار اتوبوس که بشم بهت زنگ میزنم، با هم حرف میزنیم. نه الان باید حرف بزنی. چی شده توپراک؟ چرا انقدر اصرار داری با هم حرف بزنی؟ حوا، رابطه بین تو و یوسف خانو میدونم. خواهر میای یا نمیای؟ بیشتر از این نمیتونم مسافرها رو منتظر نگه دارم. چند دقیقه صبر کن، یه مسئله خیلی مهم بین دوتا خواهر پیش اومده. به راننده میگم. کی بهت گفته؟ یوسف؟ اون بهت پیشنهاد ازدواج کرده، تو هم قبول نکردی. چرا خواهر؟ به خاطر من؟ فکر کردی که من عاشقشم؟ فکر نکردم خواهر جون. من میدونم که تو عاشق یوسفی، وگرنه چرا باید اون عکس رو برمی داشتی؟ میخواستم قابشون کنم. اون عکس‌ها خیلی قشنگ بودن. منم گفتم به عنوان یادگاری نگه میدارم و قابشون میکنم. توپراک بحث کن. من که اونا رو روی میز ندیدم، کنار عکس نازلی تو وسایل تو دیدم. خواهر باور کن میخواستم قابشون کنم. بعدش یه دفعه جمیله اومد تو اتاق، منم گفتم چی کارشون کنم، گذاشتمشون زیر بالشم، فقط همین. دیدم چقدر با محبت دستشو گرفته بودی. کجا خواهر؟ کی؟ تو قبرستون دستشو گرفته بودی، با عشق نگاش میکردی. اگه عاشق کسی نباشه هرگز این کارو نمی‌کنی. خواهر ببین، من خیلی مدیون یوسف خانم. کاری که برای من انجام داده بابام برام نکرده. درسته من اونو دوستش دارم، اما فقط به عنوان یه برادر. وقتی داشتی خوابتو برای خاله تعریف میکردی شنیدم. آدم اگه کسی رو مثل برادرش دوست داشته باشه تو رویاشونو شوهر خودش نمیبینه. خواهر دیگه به خدا نمیتونم این اتوبوس لعنتی رو نگه دارم. مسافرها شاکی شدن. حرف منو باور نمی کنی؟ دارم میگم من عاشق یوسف خان نیستم، اون عاشق توه. بجام خواهرم، داریم میریم. میدونم داری به هم دروغ میگی توپراک، اما نمیتونی چیزی رو عوض کنی. من خیلی تو رو دوست دارم، از هر چیز و هر کسی بیشتر. اینو فراموش نکن، هیچ وقت فراموش نکن.
گریه نکن دخترم. هوا نمیاد. آخه چرا نمیاد؟ من سر در نمیارم. را بیفت. چی شده مراد؟ حالت خوبه؟ خوبم آقا، خوبم. ممکن است حرفی که الان میزنم ناراحت بشین آقا، اما با این حال بهتون میگم. بگو. حوا خانوم رفت، یعنی اینجا رو ترک کرد. من خواستم بهتون خبر بدم. امیدوارم که از من دلخور نشین. نه عصبانی نشدم. صبح سر ساعت اینجا باش. چشم آقا، شب بخیر. توپرک چی شده؟ توپرک دخترم، تا دیوانه نشدم بگو چی شده؟ یوسف خان چی شده؟ یوسف خان به خواهرم پیشنهاد ازدواج داده. اونم فکر کرده من عاشقشم، جواب رد داده. اینجا رو ترک کرد و رفت استانبول، فقط به خاطر اینکه فکر کرده من عاشق یوسف خانم. خاله شما خبر داشتین نه؟ من میدونستم که خواهرت از یوسف خان خوشش میاد، اما بهش گفتم که نمیشه. گفتم امکان نداره. یعنی چی؟ آخه چرا؟ دخترم خالت انسان شناسه. وقتی من میگم نمیشه یعنی نمیشه. توپرک گفتم نمیشه، دیدی که نشد. خب اگه شما میدونستین خواهرم یوسف خان دوست داره، برای چی به من گفتین یوسف خان بهم توجه داره؟ عزیز دلم، من که نمیدونستم یوسف خان به هوا پیشنهاد ازدواج داده، فقط فکر میکردم هوا بهش علاقه داره. اما این یه هوس چند روز از تموم میشه. از کجا میدونین؟ تو حرف خالتو گوش بده، به من اعتماد کن. من یوسف خانو میشناسم، عوارم میشناسم. این موضوع دیگه جور نمیشه. تو به این چیزا فکر نکن، باشه؟ بگیر یکم استراحت کن و بخواب. خودتم ناراحت نکن. خوبه.
الو حوا تویی؟ عمو کجایین؟ من رسیدم تو میدونم، شما نرسیدین؟ دخترم من امشب شیفت شب دارم، خیلی کار دارم. تو خودت یه تاکسی بگیر و برو خونه. عمو آخه من چطوری بیام اونجا؟ آخرین بار که اومدم خونتون بچه بودم. بچه بودی ولی باهوش بودی، از هر کی بپرسی راهو بهت نشون میده. خب دیگه من قطع میکنم، زیاد وقت حرف زدن ندارم. بله جونیت. حوا رسیدی عزیزم؟ بله رسیدم. خیلی وقت نیست که ازت جدا شدم اما خیلی دلم برات تنگ شده دختر. تو برو پیش عمو، ازش مراقبت کن اما سر قولت بمونا، واسه دادگاه حتما بیا. یا دستت درد نکنه سلطان، خیلی خوشمزه شده. نوش جونتون آقا. این چه قیافه‌ای به خودت گرفتی؟ یک کلمه هم سر سفره حرف نزدین. چیه؟ نکنه مادر و دختر با هم حرفتون شده؟ چیزی نیست یلماز خان، قبل از ازدواج از این مسائل پیش میاد. مثلا من یه لباس عروس انتخاب میکنم اما اون اصلا ازش خوشش نمیاد. یعنی این چیزا کاملا طبیعیه. نوش جونتون. من میخوام یکم استراحت کنم بابا. باشه دخترم، نوش جونت. بیا دخترم بیا. ممنون. مهمه تو چت شده پسرم؟ میشه بریم بیرون قهوه‌مونو بخوریم، اما میخوام باهات صحبت کنم. خیلی خوب باشه، قهوه ما رو بیار بیرون دخترم. روز خوبی داشته باشین. شما هم همینطور. شما حتما تصمیمتون رو واسه شرکت کردن در این جلسه گرفتین، درسته؟ من که گفتم پسرم. یعنی شرکت نمی کنین؟ بس کن عمو. همه چیز به این جلسه بستگی داره، اونا روی این مسئله حساب میکنن. باشه مهمت. عمود نمیخواد حرف بزنه معلومه. یعنی من تو این خانواده هیچ جایگاهی ندارم؟ پسرم باشه مهمت، من میام اونجا، اما تو اون جلسه به عنوان همراه کنار تو نمیشینم. تو جلسه اظهار نظریم نمی کنم. فقط به خاطر احترام به دعوت تو میام، نه واسه این که مردم منو ببینن. اگه سوالی پرسیدن و من حمایتت نکردم بعدش به هم نگی که بهت نگفته بودم ها. باشه عمو. هم که شما تو این جلسه شرکت میکنید خیلی برام ارزش داره. انتظار دیگه ای ازتون ندارم. انشالله. منور خانم، خیر باشه. خاله سلطان، شب نامزدی گیت اومده بوده اینجا، درسته؟ چرا میپرسی؟ اونم بعد از این همه وقت اومده بود یا نه؟ میشه که نیومده باشه؟ گیت من مردی نیست که عشقشو زود فراموش کنه. اون مثل تو راجع به این چیزا فکر نمیکنه. خب پس چرا نیومد پیش من؟ چرا نیومد به من بگه؟ تو چی فکر میکنی؟ به کارهای خودت فکر کن. بعدش این سوالو از خودت بپرس، اینکه چرا.
عمو حوا دخترم تویی؟ بله عمو جون منم. دخترم تو چقدر بزرگ شدی. اگه تو خیابون میدیدمت اصلا نمیشناختمت. زود باش بیا بریم بالا، زنموت خوشحال میشه. سر شام رسیدی. دخترم هوا. دخترم هوا خوش اومدی. خیلی ممنون بچه ها. وای چقدر بزرگ شدین. مگه نه عمو؟ بیاین بگیریم. این مال تو، این یکی هم مال تو، اینم مال تو. شب پیش من میخوابه دخترمو؟ پیش من میخوابه. باشه دعوا نکنی. خوش اومدی. خیلی ممنون زنمو. متشکر. حوا خیلی بزرگ شده مگه نه زینب؟ حوا جان بشین، غذا حاضره. دخترم برو براش غذا بیار. منتظر نباش ازت پذیرایی کنم، آشپزخونه اونجاست. این دختر تازه از راه رسیده زینب. زنمو حق داره عمو. من اول برم لباسمو عوض کنم، بعدش میام به شما کمک میکنم. دستشویی کجاست؟ برو اونجا در دوم. چرا اینطوری میکنی؟ این دختر برادرمه. انگار واسه داداشت اصلا اهمیت نداره، وگرنه یه دختر باکره رو اینطوری نمیفرستاد اینجا. خیلی خوب بخوابین دیگه. تو نمیخوابی دخترم؟ منم میخوابم، الان میخوابم. رو تو بکش. بیا دخترم، اون لحاف کوچیک اینو بگیر. ممنونم. خب دیگه بگیریم بخوابین، صبح نمیتونیم به موقع بلند شین. ما صبح خیلی زود بیدار میشیم، سرویس صبح میاد دنبال بچه ها. میدونم عمو جون، متوجه. خوب بخوابی دخترم. ممنون. آپو بیا بیرون، بذار اونا بخوابن. تو خودت چراغا رو خاموش کن. باشه. خیلی خودمون جا داریم، این دختره هم اضافه شده. چرا اینطوری میکنی خانم؟ مگه ما قبلا در موردش حرف نزدیم؟ اونا زنگ زدن گفتن دختره میاد اینجا، ما با هم حرف زدیم، تو هم قبول کردی. آره درسته گفتم، ولی اون موقع نمیدونستم دختره مثل مانکنا میمونه. پدر مادرش نتونستن کنترلش کنن. تو فکر میکنی ما میتونیم بکنیم؟ این کارا رو نکن خانم، این دختر برادر منه. خب که چی؟ چه فرقی میکنه؟ باور کن پاشو از این خونه بذاره بیرون، 100 تا پسر دنبالش را میفته. خب این دختر خوشگله، من چی کار کنم زینب خانم؟ من گفتم این دختره میاد به من کمک میکنه، اما حالا نمیدونم چجوری از در این خونه باهاش برم بیرون. این توجه همه رو جلب میکنه. حالا خودت میبینی، بذار یه 2-3 روزی بمونه، میبینی چند تا دسته گل میفرستن در خونمون. نه خیر، اگه دختر درست رفتار کنه کسی جرئت نمیکنه براش حرف در بیاره. وقتی پسرا دم در خونمون صف کشتن، اون وقت بهت میگم چه خبره. خون و خونریزی چجوری شروع میشه؟ سر ناموس.
بذار ببینمت. خیلی خوبه. یقه منو برام میخواد کفشای منو پام کنه. باشه زود باش، برو بیارش. زود باشین دیر میشه ها. بیا. زنمو؟ ها. من بچه‌ها رو حاضر کردم، تغذیه‌شونم آماده کردم، میتونن برن. خیلی خوب باشه، زودتر راهیشون کن برن، دیرشون میشه. خیلی خوب. بیا اینم بگیر. زود باشین، چیزی جا نذارینا. خدافظ مامان. خیلی خوب، به سلامت. مراقب خودتون باشین، شیطنت نکنین ها. شنیدم اومدی اینجا واسه خودت کار پیدا کنی. حتما میخوای بری بیرون. چه عجله‌ای زنمو. اما گفتن یکی دو روز صبر کنم، شاید برام کار پیدا کردن. خیلی خوب، میتونی یه کاری برای خودت پیدا کنی، اما مواظب حرف مردمم باش. خوبیت نداره، مادرت نیست، پدرت نیست، مجردی. والا مردم حرف در میارن. نگران نباشین زنمو، من نامزد دارم. عمه جون، ببخشید دیر شد. مهم نیست عمه. دیر رسیدم. تا این گربه یه لوس رو حموم کنم کلی وقتم گرفته شد. قراردادای منن؟ با کرایه نشینا توافق کردیم، فقط امضای شما مونده. تو خودت این همه کار داری، کار منم گردنته. تو فکر اینا رو نکن عمه. امروز صبح حالت بهتره نه؟ حتما مشکلتو با هوا حل کردی. هوا از اینجا رفت عمه، بدون اینکه چیزی بگه. دیگه همه چی تموم شد. اصلا نمیفهمم چرا اینطوری شد. دیگه حرفی برای گفتن نمونده. هر کی میره دنبال زندگی خودش. بگم قهوه رو بیارن؟ آره. یه لحظه بیاین. صبح بخیر. صبح بخیر خاله. دخترم روزگار دیشب خوب نخوابیده؟ چشات قرمز شده. نه، اون خوب و راحت خوابید، من خوابم نبرد. خیر باشه. خاله، من یه تصمیم گرفتم. این تصمیم چیه؟ بگو منم بدونم. با یوسف خان حرف میزنم. میگم چون خواهرم فکر میکرده من عاشق شمام، ازدواجش رو قبول نکرده. ببین دختر، این احمقانه ترین تصمیمیه که گرفتی. این خط اینم نشون. قسمت یوسف حوا نیست، توی. اون با تو میتونه یه خانواده تشکیل بده. واسه همینم خدا روزگار سر راحت قرار داده. ببین بعضی چیزا رو تو دنیا نمیشه عوض کرد. بس دیگه خاله، برای عوض کردن تصمیمم این حرفا رو نزنید. یوسف خان خواهرم رو دوست داره. این عشقو تو چشماشون دیدم، شاهد زجر کشیدن و غمشون بودم. وقتی همه این چیزا رو میدونم، چطوری باید ساکت بشینم و حرفی نزنم؟
عروسی کیه ایشالله؟ هنوز در موردش حرف نزدیم. صبح بخیر. روز بخیر عمو جان. آپو ببین، دخترمون نامزد داره. انقدر بچه ها اذیت کردن که ما حلقه‌شو ندیدیم. حلقه ها رو رمزی خان دستشون کرده. نامزدی معمولی نبوده، رسما نشون شدن. خب خیر باشه دخترم، اگه نامزد داری پس چرا اومدی اینجا؟ رمزی گفت میخوای واسه همیشه اینجا بمونی. ما فکر کردیم قراره پیش ما زندگی کنی. داستانش طولانی عمو. نامزدم بیگناه افتاده زندان. الانم درگیر دادگاه اینجور چیزاست. معلوم نیست پسر چند سال محکوم بشه. انشالله که زود آزاد میشه. این مسئله خیلی مهمیه، شب در موردش حرف میزنیم. اینو بگیر. این شماره تلفن و آدرس ملک خانم آشنای ماست. منتظرتن. برو باهاشون صحبت کن، حتما یه کاری برات پیدا میکنن. ممنونم عمو جان، فوراً میرم. فقط مراقب باش. ملک خانم زن خوب و خوش رفتاریه، اما اگه عصبانی بشه رحم و شفقت سرش نمیشه. یکم مواظب باش. باشه، حتما نگران نباشین. خب کارشون چیه؟ شوهرش چند تا مغازه داره، حتما تو دست و بالش یه کاری واسه تو پیدا میشه. باشه، خیلی ممنون. نمکتون یادت رفته بیاری. بیا دختر، پستونکش آوردم. ممنونم خاله. خوش اومدین آقا. ممنون سلطان خانم. خوش اومدی. ممنونم توپراک. حالت چطوره؟ ممنون، خوبم. پسرم اومدی هواخوری؟ سلطان خانم، من لباسمو عوض میکنم میرم شرکت. وسایلمو آماده کردین؟ حاضر آقا، گذاشتمش توی ساک. ممنون. میبینم توپراک. خیلی خوب، زود باش برو با آقا یوسف حرف بزن. زبونت بند اومده. نه، الان انگار یه کمی ناراحت بود. تازه اینجا نمیخوام باهاش حرف بزنم. چطوره برم بیرون باهاش حرف بزنم؟ دختر، یه دقیقه تو چشای من نگاه کن. دارم بهت میگم که من آدم شناسم. تو نمیتونی خیلی راحت تو چشای من نگاه کنی و دروغ به من بگی. چی میخوای بهش بگی؟ من عاشق شما نیستم. خواهرم اشتباه فکر کرده. آتیش درون خودتو چطور خاموش میکنی؟ چه آتیشی خاله؟ من عاشق اون نیستم. که نیستی؟ تو میتونی خواهرتو گول بزنی، اما من و یوسفو چجور گول میزنی؟ خاله، من نمیخوام اونا به خاطر من از هم جدا شن. میخوام هر دوشون خوشبخت شن. به نظرت اونا سزاوارش نیستن؟ به نظر من خواهرت لیاقت هیچیو نداره. چرا این حرفا میزنی؟ تو فعلا خواهرتو ول کن. فهمیدم تا باهاش حرف نزنی خیالت راحت نمیشه. اما اگه با این حال و روز بخوای با یوسف خان روبرو بشی، 2 کلمه هم نمیتونی باش حرف بزنی. دوست داری من برم با یوسف خان حرف بزنم؟ واقعا باهاش حرف میزنی؟ معلومه که باهاش حرف میزنم. دختر، من به خاطر تو هر کاری میکنم. الهی خاله قربونت بره. چی شده؟ چرا خبرم کردی؟ فقط واسه عذرخواهی. من فکر کردم شب نام زدیم نیومده بودی و کاملا از من دست کشیدی. من به جفتمون بد کردم، بد قضاوت کردم. منو
عزیزم، قربون اون چشات بشم. تو حتی اگه نخوای کنار من باشی بازم تو قلب من جا داری. تو مال منی. من به همه چیز شک کردم اما به عشقمون هرگز. میدونم بزرگترین اشتباه زندگیم این بود که با برادرت صحبت نکردم، اما یه خواهشی ازت دارم. اگه میخوای به حرفم گوش نده، خودت میدونی، اما با اون مرد ازدواج نکن. این کارو با خودت نکن منور. ایگیت خواهش میکنم، داری همه چی رو سخت‌تر میکنی. منور، دارم میگم اون آدم خطرناکیه. عزیزم خواهش میکنم بس کن. ببین گذشته ها دیگه گذشته. این شک و شبهه ها آرامش رو ازمون میگیره. تو رو خدا دیگه دخالت نکن. تو حرف منو باور نمیکنی، اما من اینو بهت ثابت میکنم. اون دیگه نیست، یوسف دیگه نیست. همه چی تموم شده. به خودت بیا حوا. خاله وقتی باهاش حرف زدی به هم زنگ بزن. من از نگرانی میمیرم. خیلی خوب دختر، بهت زنگ میزنم. به خودت مسلط باش. اون وقت فکر میکردی خودت میتونی بری باهاش حرف بزنی. باشه خاله. اگه رابطه بین خواهرم و یوسف خانه درست کنی کمک بزرگی کردی. من چیز دیگه ای نمیخوام. خدایا خودت کمکم کن. عزیزم، اگه ازدواج کنی و 5 تا بچه هم به دنیا بیاری، من بازم عاشقتم. جز تو به کس دیگه ای دل نمیبندم. اینو فراموش نکن. سلام حمدالله جان، منم میخواستم الان بهت زنگ بزنم. با عمو صحبت کردم، میتونیم هفته آینده جلسه رو برگزار کنیم. یعنی میتونی به بقیه هم خبر بدی. مهمت جان، انگار شما متوجه منظور من نشدی. نفر اول خانواده شما یوسف خانه. ما به حمایت اون احتیاج داریم. اگه قرار فقط عمود شرکت کنه جلسه رو برگزار نکنیم بهتره. الان میخوام چکی که بهم پرداخت کردی رو به حسابت برگردونم. ما باید یه نفر دیگر رو واسه این کار پیدا کنیم. به نظر من تو هم قبل از شروع هر کاری باید خوب همه جوانبشو بسنجی. یه نصیحت برادرانه از طرف من بود. پس فعلا خدا نگهداره. خوب گرفتم حمدالله جان. روز بخیر. روزت بخیر.
منور دخترم. خسته نباشی فاتح. ایبو یکم قهوه تازه برام بسته بندی کن. باشه خواهر. خسته نباشی اتم دایی. ممنونم سلطان خانم. اینو بذار یه جای دیگه. میخواین بیرون از اتاق کارتون باشه؟ یه جایی که من نبینمش. بیا تو. بیا تو سلطان، بیا تو. قبل از اینکه بیام خبرم رسیده بود بهت؟ خوب میدونی که من همه چیزو میفهمم. قبل از اینکه بیای فالتو گرفتم. ای ننه جون، خودت حال و روزمو بهتر میدونی. خب بگو ببینم این چیه که فکرتو مشغول کرده و آرامش رو ازت گرفته؟ توی شرایطی افتادم که نه تو بپرس نه من میگم. میدونی واقعیتش سر یه دوراهی گیر افتادم. نمیدونم کدوم راه باید برم. جون ننه گیر افتادم. حالا یا باید به آسمون و هوا اعتماد کنم یا اینکه به زمین و خاک ننه. کدومو انتخاب کنم؟ در مورد نیتی که داری میشه، اما در مورد آسمون و هوا خیلی گره خورده. تو باید سراغ اون راه زمینی و ساده تری بری که میدونی راحت تر جواب میده. اگه همینطوری بخوای سر دوراهی بمونی و دست رو دست بذاری فرصتم از دست میدی. خب ننه، اینجوری که من دستگیرم شد راه ساده تر باید توپراک باشه. توپراک. راستش پسرمو فهمیدم که کارم درست نبوده. همونطور که گفتی اگه وارد این کار بشم به جایی نمیرسم. تعجب کردم مهمت. خیلی وقت بود اینطوری حرف نزده بودیم. خب آدم بعضی اوقات متوجه میشه یوسف. چرا؟ چون هیچ چیزی اونطوری که فکر میکنی نبوده. آدم حتی نمیتونه به گوش و چش خودش هم اعتماد کنه. بعد از نهار اون روز توی هتل به همه چی فکر کردم. عمو، تو، بابام، همتون یه جورایی با این کار من مخالف بودین. شما خانواده من هستین. گفتم حتما یه دلیلی داره که اینطوری دارین مخالفت میکنین. میدونستم یه روز میفهمی نیت من چیه. میدونستم. اگه قضیه اون فروشگاه زنجیره‌ای هنوز سر جاشه چطور یه جلسه بذاریم؟ تو جدی داری میگی؟ شک نکن. خیلی خوب باشه. اگه از ایده این فروشگاه خوشت نمیاد میتونیم تصمیم دیگه‌ای بگیریم. میدونم تو هم ایده‌ای خوبی داری. نه پسرمو، میدونی من گفتم یه مرکز خرید بزنیم و تو هم گفتی یه فروشگاه زنجیره‌ای. با اینجور حرفا به جایی نمیرسیم. ما اول باید این بازار رو راه بندازیم تا بعد ببینیم برای فروشگاه زنجیره‌ای مناسب‌تر یا مرکز خرید. باشه. از تصمیمت خوشحالی؟ تو تنها دوست منی یوسف. برادرمی. درسته. بین ما یه اتفاقی افتاده، اما به جای اینکه حلش کنیم فقط به خودمون آسیب رسوندیم. تو همه چیزو فراموش کن. منم واسه جبران کردنش حاضرم. بیا دیگه از این حرفا نزنی مهمت. هیچ وقت. خب پس امشب یه شام خوب دعوتم میکنی ها؟ من به خاطر تو از همه چیز گذشتم. به خاطر من نه، به خاطر خودت. پس بقیه حرفامونو توی راه میزنیم. بلند شو بریم.
بله اویگار. منور چطوری؟ خوبم. دارم تو خونه کتاب میخونم. ببین چی میگم، میشه هم دیگه رو ببینیم؟ فردا بریم سینما، یه فیلم جدید اومده، نظرت چیه؟ بیام دنبالت؟ آره دوست دارم، اما یکم حالم خوش نیست، خونه بمونم بهتره. ای بابا، میخوای بیام ببرمت پیش دکتر؟ شاید با دارو زودتر خوب بشی. نه همین الان قرص خوردم، میخوام یکم استراحت کنم. خیلی خوب باشه، تو استراحت کن، اما فردا حتما میام که بریم بیرون و یه قهوه با هم بخوریم، باشه؟ خیلی خوب باشه عزیزم. روز بخیر عزیزم. روز تو هم بخیر. مامان جون. دخترم حالت چطور عزیزم؟ خوبم مامان خوبم. یه خبر خوبم برات دارم میرم یه جایی سر کار. خیلی خوشحال شدم. میبینی تا رسیدی اونجا بختت باز شد. ایشالله که کارات به خوبی پیش میره. ایشالله مامان جون. عمو زنمو چطورن؟ دیشب گفتم پیشتن نتونستم بپرسم. اون زینب زبون دراز که اذیتت نمیکنه ها؟ نه مامان، هیچ کس با من بدرفتاری نکرده، نگران نباش. راستی به توپراک زنگ زدی؟ خبر داره کار پیدا کردی؟ نه زنگ نزدم، رفتم خونه بهش زنگ میزنم. زنگ بزن دخترم، اونم خوشحال میشه. همش دعات میکنم عزیز دلم. ممنون مامان. من دیگه باید قطع کنم، بعدن بهت زنگ میزنم. باشه، بی خبرم نذاری یا؟ باشه. خاله کجا موندی پس؟ قرار شد زود بهم خبر بدی. بذار از راه برسم، هنوز نفسم بالا نیومده. چرا؟ نکنه یوسف خان حرف بدی زده؟ توپراک، بذار اینایی که دستمه بذارم زمین، یه لیوان آب خوردم بخورم، جونم در اومد تا این همه بار رو آوردم. اصلا تو اینجا چی کار میکنی؟ بیا تو ببینم. اومدم. ها تویی؟ بیا تو. آی کفشاتو در بیار، تازه دم در رو جارو کردم. برای شب نون خریدم. من خودم خریدم. قبلش بهم بگو وگرنه اسراف میشه. وای چه گلای قشنگی. حتما کار نامزدته، اون فرستاده. روشی کاغذ بود، بذار ببینم کجا گذاشتمش. ها چیه؟ باید خوشحال باشی واسه این دسته گل، اما انگار هیچ خوشحال نشدی ها؟ ببخشید زنمو، خودش زنگ زد. بله جونیت. چطوری حوا؟ خوبم. دختر یه سورپرایز برات داشتم، اما گلا رو گرفتم، ممنون، گرفتمش. من عاشقتم دختر، تو حرف نداری. میدونم جلوی زنمو عمو نمیتونی راحت با تلفن صحبت کنی، ولی من دوست دارم. خیلی خب، منو میشناسی که. خیلی دلم برات تنگ شده دختر، کی برمیگردی؟ من که تازه آمدم اینجا، چرا باید فوراً برگردم؟ نمیدونم، همینطوری یه چیزی گفتم. حالا که نامزد کردیم دورید برام سخت‌تر شده. وقت تمومه داداش، زود باش. دیگه باید قطع کنم. میبوسمت. فقط بدون دوستت دارم. منم همینطور. خداحافظ. خاله کجایی پس؟ مردم از نگرانی. والا نمیدونم چی بگم. وقتی اسم این دختر حوا رو شنیدم خیلی عصبانی شدم. به خودم قول دادم دیگه اسمشو نیارم. اما همه چیزو بهش گفتی؟ آره دختر من کسی هم که زیر قولش بزنه. معلومه که همه چیزو بهش گفتم این دوتا خواهر دچار سوء تفاهم شدن.
گفتم که حوا فکر کرده توپراک عاشق شما شده. گفتم موضوع این بوده. هر چیز دیگه هم که به فکرم رسید والا گفتم. خب حالا چی گفت؟ آخه من دارم بهت میگم تو درست گوش نمیدی. یعنی اون اصلا دلش نمیخواست در این مورد چیزی بدونه یا بشنوه. گفت این مسئله رو تموم کن. گفت با حوا حرف زدم و این موضوع رو تمومش کردم. اون دیگه با حوا کاری نداره. بهت گفتم که کاش که خودم باهاش حرف میزدم. تو هم بی خودی نمیخواد بری یوسف خانو ناراحت کنی. ولش کن. خب کاری نمیشه کرد. کاری ازمون بر نمیاد. اولین راکیو که خوردی من برات ریختم، یادت میاد؟ 2 تا که خورده بودی تعطیل شده بودی پسر. تو هم که خودت رفتی دنبال یه دختره. یادته یه دفعه مادرش اومد؟ مگه میشه یادم نیاد؟ اما خیلی شانس آوردی. نزدیک بود اون زن بد جوری حالتو بگیره. پسر عجب رزالتی بود. حرف دختر شد. کی میخوای با حوا نامزد کنی؟ تو از کجا رابطه ما رو میدونی؟ پسرمو ما امروز داشتیم در مورد چی حرف میزدیم؟ ها؟ 1 ساعت نیست که در مورد صمیمیتمون حرف زدیم. اولین باری که عاشق شدی کی کنارت بود؟ من. نکنه روزایی که با بتول دوست بودی و فراموش کردی؟ اگه من نفهمم که تو عاشق یه دختر شدی کی باید بفهمه؟ ها؟ فقط چند بار شما 2 تا رو با هم دیگه دیدم. بعدش خیلی زود فهمیدم که یه چیزی بینتون هست. درست میگی. تو از همه بهتر میدونی دلم پیش کیه. مهمت داداشم، ما نمیتونیم چیزی رو از هم پنهون کنیم. میدونم که نگران منی و میخوای خوشحال باشم. منم همیشه دلم میخواست تو خوشبخت باشی. باور کن اون دختر مناسب تو نبود. عاشق دختر درستی نشده بودی. باید ازش جدا میشدی. زندگی تو نابود میکرد. خوشبخت نمیشدی. تو چی یوسف؟ مطمئنی که زن درستی رو انتخاب کردی؟ چه غلط چه درست. دیگه تموم شد. یعنی چی؟ تموم شد. به هم جواب رد داد. گفت نه. متاسفم. اون اومد تو زندگیم و بعدش هم گذاشت و رفت. اینم قسمت ماست دیگه. فعلا که مجردی. پس به سلامتی.
بیا تو. یوسف، بچه ها میخوان یه مسابقه فوتبال را بندازن. خوبه، باشه. ولی من خیلی وقت فوتبال بازی نکردم. من خوب میدونم چه بازیکنی هستی. میتونیم صبح با هم دیگه یکم تمرین بکنیم. اون وقت فکر نکنم کسی بتونه حریف پاسکاریمون بشه. توپراک، خوش اومدین. ممنون. اتفاقی افتاده؟ اگه کاری ندارین میخواستم باهاتون صحبت کنم. خیلی خوب، باشه. روزگار طوری شده؟ روزگار خوبه. من میخواستم در مورد موضوع دیگه حرف بزنم. فقط خواهش میکنم بذارین همه حرفامو بزنم. امروز به حرفای خالم گوش نکردین، اما باور کنید خیلی مهمه. یوسف خان، خواهرم به خاطر من پیشنهاد ازدواج شما رو قبول نکرده. باور کنید نمیخواستم اینطوری بشه. همش تقصیر من بود. واقعا متاسفم. صبر کن، آروم باش. من متوجه حرفات نشدم. این موضوع چه ربطی به تو داره؟ خواهرم فکر میکنه، پیش خودش فکر کرده من عاشق شما. یعنی چی؟ به خاطر لطفی که در حقم کردین منم به شما محبت میکنم. اون عشق ورزش کرده، برای همینم پیشنهادتون رو رد کرده. وگرنه خواهرم شما رو خیلی دوست داره. تویی پسرم. نوش جونت. کجا بودی عزیزم؟ با یوسف بودم، یکم با هم دیگه صحبت کردیم. جدی میگی؟ پسر، پس بالاخره دشمنی ها کنار گذاشته با یوسف آشتی کردی. بابا، دیگه بین من و یوسف هیچ دوستی و برادری وجود نداره. تو تمام زندگیم با اون در حال جنگ بودم، اما هر بار اون پیروز شده. این بار طور دیگه ای رفتار میکنم. اول میخوام دوباره با هم دیگه رفیق بشیم، مثل دوتا برادر. اون وقت میدونم که چطوری باید بابت رنج و سختی تمام این سالا باش تسویه حساب بکنم. بابا، اونم طوری که تصورشو نکنه. بس کن مهمت، این کارو نکن پسرم. این نفرتو کنار بذار. انتقام گرفتن تو از یوسف دامنگیر خودت هم میشه. هر کس هر کاری هم که با هم بکنه، میگم هنوز یه بابا دارم که درکم میکنه. رو حرفش حرف نمیزنم، اما این ازم نخواه بابا. حالا بخور به سلامتی پیروزی. حوا رفته استانبول پیش عمو مینا. برای اینکه از عشقش فرار کنه این کارو کرده. اگه هنوزم اونو میخواینش برش گردونین. لطفاً بریم پیداش کنید. خیلی ازت ممنونم توپراک. با این حرفات لطف بزرگی در حقم کردی.
ممنونم. خیر باشه پسرمون. کجا با این عجله؟ دلیلشو فهمیدم مهمت. فهمیدم چرا حوا بهم گفت نه. عزیزم آخه تو چت شده؟ چیه مامان؟ نامزدت زنگ زد، گفت انگار مریضی، نگرانت شدم. چی شده منور؟ مامان لطفاً منو تنها بذار. بلند شو عزیزم، بلند شو تا یکم جدی با هم حرف بزنیم. دیگه از شنیدن حرفای تکراری خسته شدم. بذارین یکم آرامش داشته باشم، لطفاً راحت هم بذارین. ببین من چند شبه که خوابم نمیبره. تو حرفای خیلی عجیبی به هم زدی، منو به فکر انداختی. منور میخوایی نامزدی رو به هم بزنی؟ جدی میگی مامان؟ راستی مهمت، یادم رفت مادرم بگم. بگو میرم استانبول، ولی نگو میرم سراغ حوا. بگو اونجا کار داشت. تو نگران نباش پسرمو، من با زنمو حرف میزنم. واسه رسیدن به چنین عشقی آدم نباید فرصت از دست بده. خوش باشی پسرم یوسف. خبر نداری که این خوشی بعدن چجوری پاگیرت میشه. میبینمت. آقا امروز هیچ کس تو این امارات آروم و قرار نداره. خیر باشه. خیر خواهر، کار یوسف و ما همینه دیگه. این وقت شب گذاشت رفت سفر. کجا رفت؟ رفت استانبول دنبال دختره. چی بگم؟ حتما یه خبراییه. خب شبت بخیر. شب بخیر. آه توپراک، من به تو چی بگم؟ مگه آدم با دست خودش آینده خودش رو خراب میکنه دختر؟ من هر کاری تونستم کردم، بازم اون کاری که دلش میخواست انجام داد. ای داده بیداد. توپراک، توپراک چی شده؟ توپراکم دخترم چی شده؟ چشاتو باز کن عزیزم. توپراک چشاتو باز کن عزیزم. خاله رفت، یوسف رفت پیش حوا. آروم عزیزم، آروم. آخه دختر مهربونم، دختر خوب من. آخه آدم خودش به بخت خودش لگد میزنه، به خاطر یکی دیگه خودشو فدا میکنه. آروم باش دخترم، آروم. تموم شد عزیزم. تموم شد.
منورم، تو دختر منی. اگه یه وقت آسیبی بهت برسه من دیوونه میشم. اما دارم میبینم از وقتی که این اویگار وارد خونوادمون شده تو لبخند روی لبت نیامده. خیلی ساکت شدی. من دلم واسه خنده های تو تنگ شده. مامان جونم، اما ببین، ازدواج کردن با ایگیتم کار درستی نیست. نمیشه عزیزم، باور کن که نمیشه. اون پسر نمیتونه شوهر تو باشه. اون نمیتونه تو زندگی ازت محافظت کنه. خیلی جوونه. تا کی میخوای براش صبر کنی؟ ببین حتی هنوز یه کارم پیدا نکرده. اما من بهش اعتماد دارم، اون منو دوست داره. منور. چطوری بهت توضیح بدم؟ ببین من هرگز عشق و تجربه نکردم، نمیدونم چجوریه. پدر بزرگت باباتو برام انتخاب کرد. اون موقع ها با هم رفت و آمد نمی کردیم. یعنی دیدن و چه میدونم بیرون رفتن و شام خوردن رسم نبود. اگه بگم که من پدرتو اولین بار سر عقد دیدم دروغ نگفتم. اما خیلی باباتو دوست داشتم. هنوزم دوستش دارم. اما الان میبینم که این اویگار هر چقدرم که آدم خوب و محترمی باشه تو بهش علاقه نداری. خب راستشو بخوای حتی شانس دوست داشتنم بهش ندادی. چقدر خوب که منو درک میکنی مامان، باورم نمیشه. اما یه چیزی بهت بگم، من به این ایگیت شانس نمیدم. نمیشه منور، باور کن نمیشه. این بچه نمیتونه شوهر خوبی برات باشه، نمیتونه برات زندگی خوبی بسازه. باور کن عزیز دلم، عزیزم. ببین من چطور به پدرت اعتماد کردم، تو هم همونطور به من اعتماد کن. باشه؟ منم تا دیر نشده فوراً میرم در مورد این موضوع با پدرت حرف میزنم. نه، اول بذارین من با اویگار حرف بزنم و این موضوع رو با هم حل کنیم، بعد شما با بابا صحبت کنیم. باشه. هنوزم ناراحتی؟ نه باور کنی، انگار دوباره به دنیا اومدم، خیلی خوشحالم. بیا اینجا عزیزم، تو عزیز دل منی. من تنهات نمیذارم هیچ وقت. ای داره میاد. چه خبره گیت کن؟ شما کی هستی؟ اصل رو هم برین کنار. میریم پسر، اما هر کاری یه تاوانی داره. اگه یه بار دیگه دوربر نامزد جناب کایماکان ببینمت کارتو تموم میکنم پسر. نامزدتو خیلی دوست داری؟ اونم تو رو دوست داره؟ خیلی. چه خوب. منم یکی رو دوست دارم، ولی مامانم چیزی نمیدونه. میخوایم ازدواج کنیم. الیف، هنوز این حرفا برای تو زوده.
اول مدرسه رو تموم کن، یه کار پیدا کن، بعد به اینجور چیزا فکر کن. هنوز خیلی برای تو زوده. چی شده؟ ترسیدم. چرا ترسیدی؟ اتاق تاریک، من ترسیدم. بیا بغلم. دخترم و توبراکم از تاریکی میترسه. اون هر وقت از تاریکی میترسید من براش شعر میخوندم. واسه تو هم بخونم؟ بیا تا برات بگم آسمون سیاه شده، دیگه هر پنجره‌ای به دیواری وا شده. بیا تا برات بگم گل تو گلدون خشکیده، دست سر Sevince durma koş ardından. Zaman yoktur git aşkı iste ondan. هوا منو حاضر میکنی؟ باشه. اول منو حاضر کن. نه منو. باشه. صبح خیر دخترمو. صبح خیر عزیزم. میشه یه چیزی ازت بخوام؟ میشه لطفاً موهای منم ببافی؟ باشه عزیزم میبافم. دخترمو میخواد موهای منو درست کنه. مال منم. باشه مال همتون رو درست میکنم. تو صبر کن ازشون بزرگتری. بیا ببینم. دستاتو ببر بالا. زود باش دیرمون میشه. باشه من که 10 تا دست ندارم. بذار درستش کنم. خوبه حالا بچر. آفرین. عزیزم قربونت برم، چرا اینقدر گریه میکنی آخه؟ چت شده؟ منو نترسون. صبح بخیر رویگار. صبح بخیر منور. گفتی امروز بریم با هم قهوه بخوریم 1 ساعت دیگه خوبه؟ میخوام در مورد یه موضوع مهم باهات حرف بزنم، البته اگه کاری نداشته باشی. باشه حتما، من میام دنبالت. نزدیکت شدم زنگ میزنم. باشه منتظرتم.
حوا